بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان عزيز حديثي پنجمون از كتاب شرح الأربعين النووية شرح میکنیم إن شاء الله. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. از مادر مؤمنان مادر عبدالله، این مادر عبدالله در شرح حدیث علما نوشتند که کنیه‌شون هست، اما در حقیقت یعنی فرزند به نام عبدالله داشته باشند نیست، فقط که میگن یک سقط داشتن اونا، یعنی یک جنین داشتن اونا سقط کردگی هستند. عایشه الله تعالی از ایشان راضی باشد گفتند رسول اکرم علیه السلام هر انسانی که پیدا میکند با وجود میارد در امر ما، یعنی در دین ما، چیزی رو، کاری رو، اون چیزی که از دین نیست، از شریعت ما نیست، پس وای همون کارش، همون عملش برگردانیده شده است، یعنی مردود است، بر خودش برگردانده می شود، یعنی غیر مقبول است، قبول کرده نمی شود همچون عبادت. این روایت امام بخاری و امام مسلم است، الله ایشان را رحمت کرده باشد. و در دیگر روایت از امام مسلم الله ایشان را رحمت کردگی باشد گفتند هر انسانی که عملی انجام دهد در اون عمل فرموده شریعت نباشد، فرموده پیغمبر علیه السلام نباشد، پس وای برای اون انسان برگردانیده شده است، یعنی مقبول نیست، غیر مقبول است، قبول کرده نمی شود در شریعت. در شرح این حدیث یا که این حدیث ها، دو حدیثی که ذکر کردیم، بسیار یک حدیث است که اصل اسلام است. از آیت های قرآن هم در اینجا علما ذکر کردیم. از سوره البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و امر نشدند مگر اینکه عبادت کنند الله را از روی اخلاص خالصانه، له الدین، و عبادت یعنی عبادت به خاطر الله انجام دهند، حنفاء یعنی پیروی از راه پیغمبر علیه السلام و از راه ابراهیم علیه السلام. و دیگر آیت در اینجا ذکر شده است که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. الله جل جلاله در این آیت که در سوره انعام آیه 153 است ما را تذکر میدهد، یادرس میکند، تأکید میکند، حتی ان حرف تأکید است، تأکید میکند که در حقیقت بیشک و شبهه یقینا واقعا این راه من میگد راه راست است، راه اسلام راه راست است، پس پیروی کنید از راه اسلام، از شریعت اسلام، و پیروی نکنید راه های را که شما را جدا می سازد از راه اسلام، به گمراهی برده می رساند. علما میگن که حتی اتفاق دارند بر این که عبادت درست نمی شود مگر اینکه دو کار در اون جمع شود، یعنی همون وقت عبادت از انسان قبول می شود به درگاه الله جل جلاله وقتی که دو کار
دو شرط در اون یک جا جمع باشن. اولش این اخلاص. انسان هر کاری که در شریعت وارد شده است، چی از جانب الله جل جلاله در قرآن عظیم شان و چی از جانب پیامبر علیه السلام در احادیث نبوی، در سنت هاش، اگر در اون اخلاص نباشد، به خاطر ریا باشد، به خاطر سمعه باشد، به خاطر ترس از مردم باشد، به خاطر مردم در نشان دادن باشد و به خاطر غرضهای غیر شریعتی باشد، قبول نیست. اگر خالص به خاطر الله انجام تید، یکم شرطش. دویمش که المتابعه للرسول، یعنی پیروی کردن از رسول علیه السلام. همین دو شرط وقتی که در هر کاری که باشد، اون کار ما از شریعت میگیم و اون کار ما یقینا امید میکنیم که در درگاه الله جل جلاله قبول میباشد. برای همین وقتی که انسان هر عملی را میخواهد همچون شریعت، همچون عبادت انجام دهد، در صورت اون خالصانه انجام داده میتواند که از کتاب‌های معتبر اون خوانده باشد، از شرح‌های حدیث پیامبر علیه السلام اون فهمیده باشد. و دوم اینکه با اخلاص او را انجام دهد. وقتی که انسان یک عمل انجام میدهد، وقتی که نداند که این آیا در حقیقت از قرآن هست، آیت قرآن هست، و یا آیا این آیت مقصد منسوخ شده نیست، آیا حکم این آیت باقی است، و آیا در حدیث های صحیح و حسن، حدیث های مشهور، حدیث های متواتر از پیامبر علیه السلام روایت شده است. در اون صورت انسان میتواند که این عمل ها را خالصانه انجام دهد و این عملش مقبول درگاه الله جل جلاله گشته باشد. برای همین کوشش کنیم هر چی باشد به قدر استطاعت، اگرچه نیم ساعت هم که باشد در یک روز کتاب خوانیم. کتاب های یعنی فقه، تفسیر های قرآن، شرح های حدیث های پیامبر علیه السلام، نزد اهل علم رفته، سخن های اهل علم گوش کردن، اهمیت دادن، تا اینکه هر عمل هایی میکنیم از جانب شریعت امر شده باشد و مقبول درگاه الله جل جلاله گشته باشد. بارک الله فیکم.